سلام بچه ها، حالتون چطوره بچه ها؟ من باشگاه بودم، بعدش رفتم بدمینتون خریدم. نمیخوام جلس بدمینتون برم، خواهرم میره منم خریدم با اون تو خونه بخوام تمرین کنم داشته باش. من دوتا یکیشو خریدم 390، خواهرم یکیشو خرید مخصوص بدمینتون 800 تومن. بچه ها این بدمینتون خودشه، اینم اون یکیشه. توپ هم ما خونه داریم، باشگاه وقتی میری توپ خود بهتون میده. بچه چیه این کجایی؟ اینو نگاه کنین خودتون ببینم میفهمین کجاییه، من دیگه نمیگم. من میگم حالا نمیگم این کانادا. بچه خوبی داره آدم وقتی اینو آنباکس میکنه. آنباکس که آره اونقدر را نیست، بنز لبوبو است، خوبی نداره ولی خب وای خیلی بال بودنش. من اینجوریه واسه خواهرم هم بهتون نشون میدم. سابسکرایب یادتون نره بچه ها. تو پارت بعد من بدمینتون خواهرم بهتون نشون میدم. چقدر میشه ویدیو